الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين به ولایت سلطان اولیا سخنگزار منبر سلونی سرور مطلبی ابن عم نبی در العطا مهر برج انما شهسوار لافتا پیشوای انبیا عروة الوثقی کلمة الحسنی سید الاوصیا عماد الاصفیا رکن الاولیا آیة الله العظمی خیر المؤمنین امام المتقین اول العابدین اسعد الزاهدین زین الموحدین حبل الله المتین لنگر آسمان و زمین وجه الله عین الله نور الله سر الله اذن الله روح الله باب الله سیف الله عبدالله اسد الله الغالب شهادت میدهم حبل المتین عین الیقین هستی صراط مستقیم حقی و یکسو بدین هستی شهادت میدهم دست خدا در آستین شهادت میدهم مولا امیر المؤمنین هستی علی حکم ولی اللهیت در عرش امضا شد خدا دستور داد و مصطفی مأمور اجرا شد تمام عمر بودی گوش به فرمان پیغمبر پیامبر جان تو بود و تو بودی جان پیغمبر هزاران بار رفتی تا شوی قربان پیغمبر خدا مدح تو را گفته است در قرآن پیغمبر خدا در شأن و مدح تو هزاران آیه نازل کرد علی بین نماز انگشتری تقدیم سائل کرد علی چشم خدا بودی و یک لحظه نخوابی علی خشم خدا بودی و از ظالم نترسی شهادت میدهم اول خدا را تو پرستی خودت گفتی خدا را با دو چشم خیش میدیدی شهادت میدهم اول تو سجده بر خدا کردی نخستین مرد بودی که به احمد اقتدا کردی قسیم النار و جنه تو هستی ساقی کوثر ولی الله اعظم هستی و داماد پیغمبر نداری هیچ همتایی بجز صدیقه اطهر علی ابن ابی طالب امیر المؤمنین حیدر نه این حرف پیغمبر نیست این حکم خداوند است امیر المؤمنینی به علی تنها برازنده است به احمد وحی آمد که علی مولا الموالی شد چه وحی بود جبرائیل هم حالی به حالی شد امیر المؤمنین حیدر شد و اوضاع عالی شد هر آنچه بود در دست خدا آن روز خالی شد علی تصویر شفاف خدا در عرصه دنیاست علی مولا علی مولا امام جن و انسان است علی ابن ابی طالب به روز حشر میزان است علی ابن ابی طالب ولی امر سلطان است علی ابن ابی طالب پناه بی پناهان است علی ابن ابی طالب به گوشم میرسد امروز از هر سو علی حق ملائک ذکر میگویند علی هو علی حق علی هو علی این علی رو یه روز به التماس انداختم همتون بلدین آره گفت زهرا جان تو که میتوانی بمانی عزیزم تو خیلی جوان برای علی بی تو بد میشه نرو که غرورم لگد